این در سالها قلب شعر و عشق رو به خونه‌ای راه داده، خونه‌ای که هنوزم شعر تو هواش نفس میکشه. اینجا خونه سید محمد حسین شهریاره، مردی که تو شعراش میشه زندگی رو دید، درد رو شنید و عشق رو لمس کرد. حوضی که شاید شهریار سالها همینجا نشسته و به دنیا نگاه کرده، شعری تو ذهنش جوشیده و از زبونش جاری شده. اتاقی که صدای خسته قلم شبها سکوت رو می شکسته. اینجا شهریار شعرهای جاودانه‌اش رو نوشته. نگاهش هنوز هم دلها رو میلرزونه، کسی که عشق به مادر به زبان آذری و به ایران تو خونش بود. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا، نوشدار